خب سلام بچه ها، خوب هستین؟ من پیمان هستم. خوش اومدید به چنل من. که بازی جدید اومده، بازی استراتژیک زامبی محور هستش که میتونید داخل اون بازی صبر کنید یکم من صدای بازی کم کنم. خب داخل اون بازی میتونید شهر خودتون رو انتخاب کنید و از اونجا شروع کنید. من هر جایی که میخواد باشه، من از ایران شروع کنم. بذارید ببینیم. آها از اینجا. خب اینجا مثلا از قزوین، بذارید ببینم میتونم اصفهان رو پیدا کنم یا تهران، آمل. خب بریم پایین. این از تهران. مثلا میتونی محل زندگی خودتون رو پیدا کنید. بذارید برم اصفهان رو پیدا کنم. ساوه. یکم من نقش یابیم خوب نیست. حالا اصفهان اگه شد پیدا کنه. اینجا شهر کرده. خب اینجا هم باید اصفهان باشه. اینم از اصفهان. بذار بریم خونه و محلمون رو پیدا کنیم. بله اینها دکتر حسابی. بازی بچه ها رو حالت دمو هستش، هنوز بازی کامل نیومده. بعضی از لوکیشن ها رو خوب پیدا نمیکنه، اما شما میتونید درخواست بفرستید که این قسمت ها مثلا براتون تو نقشه اوکی کنه. مثلا میگه اگه خواستید اینجا رو براتون اوکی کنه. چند تا به صورت پیش‌فرض خودش جا گذاشته برای بازی که بتونید بهتر بازی کنید، از لحاظ منابع بهتر پیدا کنید. یک اولی آمریکاست که ما اون رو انتخاب کردیم. بذاریمش رو حالت معمولی. کم ایزی کنیم که فعلا برای تست میخوایم بریم. The world as we know it is gone. خب الان داره از اول داستان اخبار میگه که شهر به هم ریخته و مردم دیوانه شدن و به هم حمله میکنن. خب یه اسکواد داریم اینجا که میتونیم بفرستیمش دنبال آذوقه و گشتن خونه ها. میتونیم انتخاب کنیم که برامون درخت ببرن یا آهن جمع کنن. اینجوری درخت میبرن، اینجور متال جمع میکنن. متال از آهن ها و ماشین ها و تیرهای چراغ برق جمع میکنن، بهشون دار میشن، میکننشون. مثل این دو نفری که اینجا هستن. این خونه ها که میره آذوقه پیدا میکنه یا سلاح یا سوخت. خب امیدوارم بچه ها خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده منو سابسکرایب کنید و لایک کنید. ممنون میشم. خدا نگهدار.